میخوام در اینجا یک لیست کشوی وابسته داشته باشم، به این صورت که وقتی از لیست کشوی اول نام استان رو معین کردم بتونم از لیست کشوی دوم نام شهرهای اون استان رو ببینم و انتخاب بکنم. برای این کار چیکار میشه کرد؟ دو تا لیست کشویی باید درست بکنیم. برای نام استانها از تابع یونیک من کمک میگیرم. تابع یونیک رو میارم، محدوده نام استانها رو بهش میدم و اینتر میکنم. نام استانها یونیک شد. برای لیست کشویی دوم از تابع فیلتر کمک میگیرم. آرگومان اول میشه ستون نام شهر و آرگومان دوم میگیم که اگر این ستون نام استان برابر شد با این لیست کشویی اول که اینجا الان معین میکنیم، من پرانتزش میبندم و اینتر میکنم. حالا کافی لیست کشویی رو اینجا بسازیم. اینجا کلیک میکنم، از تب دیتا این قسمت دیتا والیدیشن رو فعالش میکنم. این رو روی لیست قرار میدم و این قسمت سورس من میشه آدرس سلول نام استان، یعنی همین تابع یونیکی که ما اینجا استفاده کردیم و در انتهای هشتگ استفاده میکنم. اوکی میکنم. الان لیست کشویی نام استان ها درست شده. حالا در ادامه این قسمت کلیک میکنم، از تب دیتا این گزینه دیتا والیدیشن رو دوباره فعالش میکنم. این قسمت رو روی لیست قرار میدم و این سورس من میشه آدرس همون تابع فیلتری که ما اینجا نوشتیم. اینجا هم در انتهای هشتگ استفاده میکنیم. کار ما تمام شد. وقتی که نام استان رو اینجا انتخاب بکنیم، نام شهر از این لیست کشویی دوم میتونیم معین بکنیم. در آخر هم برای اینکه این موارد دیده نشن میتونیم رنگ فونت رو سفید بکنیم. من محدوده رو انتخاب میکنم و از این قسمت رنگ فونت رو سفید میکنم که مشخص نباشه. اگه دوست داری این آموزش به صورت متنی برات ارسال بشه، کلمه اکسل رو همینجا کامنت کن.